به جرئت میتونم بگم این رسیپی برگر مرغ از برگر گوشت هم خوشمزه و لذیذتره، هم آبدارتر. فلفل کاپی دلمه‌ای رنگی رو با پیاز چرخ کنید و آبش رو بگیرید. ترکیب مساوی سینه با رون مرغ به همراه دنبه، اونم چرخ میکنیم و به ترکیب سبزیجات اضافه میشه. پیازچی و جعفری هم چیکن برگر رو خیلی خوش عطر و معطر میکنه. یکم هم پودر سوخاری میزنیم که چسب بهتری داشته باشه. بین 2 تا کیسه فریزر برگرها رو باز میکنیم و 1 ساعت میذاریم تو فریزر تا خودشو بگیره. این سس هم واسه برگر خیلی جوابه. خیارشور، مایونز، خردل، کچاپ، سس باربیکیو با نمک و فلفل سیاه و جعفری و پیاز بنفش. حالا فقط باید نون رو تست کنیم و چیکن برگر رو چدن خیلی داغ گریل کنیم تا اینجوری خط بیفته و آبم نندازه. حالا اگه میخواید برگراتون خوشمزه تر بشه، پیشنهاد میکنم این پنیر ورقه‌ای آلفردو با توست کالرم امتحان کنید. اینم یادتون باشه که ورق همیشه دست کاله است.